بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، عزیزانی که همراه همیشگی برنامه خودتون سفره دل هستید. الله رو سپاس گذاریم از اینکه بار دیگر خدمت توفیقی به شما خوبان عزیزان نصیب بنده و همکاران بنده قرار گرفت تا در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما عزیزان گفتگوی داشته باشیم، درد دلی داشته باشیم درباره یکی از صفات بسیار زیبا و دوست داشتنی، صفتی که وقتی انسان به اون مزین میشه، وقتی که انسان خودش رو به اون زینت میبخشه، محبوب میشه، مورد توجه قرار میگیره، مورد اعتماد قرار میگیره و وزن پیدا میکنه با این صفت. در برنامه‌های گذشته در مجموعه برنامه‌هایی که درباره بیماری‌های زبان داشتیم، درباره بیماری‌های زبان به تفصیل با شما عزیزان صحبت کردیم و قصد داریم در چند برنامه آینده درباره نکات مثبت زبان با شما عزیزان صحبت بکنیم و اینکه چطور میتونیم از این نعمت الله تعالی یعنی زبان بهتر و بهتر استفاده بکنیم و چگونه میتونیم که با این نعمت خودمون رو ترقی بدیم، خودمون رو افتخار ببخشیم و میزان حسنات خودمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم. وقتی ما از صفات خوب و نیکوی زبان صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن به هر حال خطور میکنه و به ذهن میاد مسئله صداقت و راستگویی است. امروز میخوایم با شما عزیزان در این باب صحبت بکنیم و خوشحالیم از اینکه کارشناس محترم برنامه ما در داخل استودیو حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز هستند و میدونم که حتما شما عزیزان هم علاقمند ایشون هستید و صحبت‌های ایشون رو دوست دارید. علاوه بر این که انشاءالله جناب دکتر نور محمد عمرایی بزرگوار و عزیز هم همراه ما خواهند بود و مشارکت خواهند داشت و یاری خواهند کرد ما رو در این موضوع و کندوکاو این ابعاد موضوع صداقت. من در ابتدا از طرف شما و به نمایندگی از شما و از طرف خودم و دوستان در کنترل خدمت حضرت مولانا سلام میکنم. جناب مولانا خوش آمدید به سفره. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد سلیمانی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و خدمت جناب دکتر عمرا حفظه الله عرض ادب و سلام و احترام دارم. خوش آمدید. جناب مولانا اگه اجازه بدید، احمد جان جناب دکتر با ما رو خط هستن، من ارتباطم با ایشون شروع بکنم. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام در ابتدای مبحث به همراه شما و جناب مولانا هم سلام عرض میکنم خدمتتون. بنده هم عرض سلام و ارادت خاص دارم خدمت شما سلیمانی بزرگوار و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و خدمت تمامی بینندگان عزیز که با ما هستند و همچنین عرض ادب و ارادت و احترام خاص خدمت استاد بزرگوارمون جناب انصاری بزرگوار که شرفیاب فرمودند و بار دیگر هم میزبان سفره دلشون هستند. در خدمت شما هستیم. خدمت از ماست جناب دکتر. جناب مولانا اگر اجازه بفرمایید به خاطر اینکه عدالت هم برقرار شده باشه، دفعه گذشته در آخرین برنامه‌ای که شما حضور داشتید من با شما آغاز کردم موضوع رو، این دفعه اجازه بدید من موضوع رو با جناب دکتر آغاز کنم با کسب اجازه از محضر شما. جناب دکتر درباره صداقت و درباره راستگویی می‌خوایم صحبت بکنیم و به هر حال زیاد صحبت کردیم از نیش زخم‌ها و از زخم‌ها و از زبان سرخ و از تهمت و غیبت و بدگویی و سخنچینی و نمامی و از به هر حال زخمی کردن دیگران با زخم زبان و از سمهایی که داره، از بیماری‌هایی که مبتلا هست و گفتیم بحث رو عوض بکنیم، یک کمی حداقل از خوبی‌ها هم صحبت بکنیم، اون زبان سرخ از اون سبزی‌هاش هم یک مقداری بحثی داشته باشیم و بیانی داشته باشیم و نکات مثبتش رو هم سعی بکنیم که بیشتر تقویت بکنیم. در این باب اگر بخوایم
طبق عادت همیشگیمون بحث رو آغاز بکنیم از خود کلمه صداقت و راستگویی. چه دامنه تعریفی رو در بر میگیره موضوع صداقت و راستگویی؟ وقتی ما از راستگویی و صداقت صحبت میکنیم منظور ما چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. وقتی حرف از صداقت هست، خب صداقت و راستگویی خیلی واضح هست. عکس و ضد دروغ میشه صداقت. وقتی جایی که دروغ نباشه، جایی که مکاری نباشه، جایی که حیله‌گری نباشه، جایی که حقیقت درون با واقعیت برون همگام باشن، انسان اون چی که تو دلش داره، اون چی رو زبونش داشته باشه، اون چیزی که رو زبونش هست، اون چیز رو در به اصطلاح کردار و رفتارش داشته باشه، این فرد رو میگیم فرد صادق، فرد راستگو، فرد درست. و انسانی که همیشه درست کار هست، همیشه راستگو هست، همیشه ظاهر و باطنش یکی هست، به اصطلاح نفاق و درویی توش نیست، این بهش میگن صدیق. و این مرحله به هر حال خیلی مرحله بسیار بسیار سختی هست. هر کسی نمیتونه به این مرحله برسه که در همه موارد، در همه کوچیک و بزرگ، ریز و درشت زندگیش به اصطلاح این وصف رو، این توصیف رو بتونه کسب کنه. این توصیفی است که خداوند منان در وصف حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا وقتی که در وصف ایشون گفتن انه کان صدیقا نبیا، که حضرت ابراهیم راستگو و صادق و پیامبری بود. صادق بودن خیلی مرحله بسیار والایی است و از ویژگی های مثلا شاگرد اول مکتب رسالت حضرت ابوبکر صدیق هست که مثلا این واژه صدیق انگار که یک نشان افتخاری هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر شانه ایشون گذاشتن وقتی که ثابت کردن که واقعاً صدیق هستند. صدیق به معنای راستگویی و باور داشتن حقیقت‌های ایمانی و تجلی اونها در زندگی واقعی خودش، چه در گفتار، چه در کردارشون و چه در رفتارشون. این افرادی که به این مرحله میرسند، اینها رو قرآن کریم میاره چنین تعبیر میکنه. قرآن کریم در سوره نساء آیه 69 میفرماید فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. این مؤمنان در روز قیامت، کسایی که به مرحله والای ایمانی میرسن، جایزهشون اینه که در روز قیامت اونها میشن همگام با پیامبران و راستگویان. انگار که قرآن کریم میخواد به ما بگه که مرحله نبوت این بالاترین و کمالی است که انسان میتونه به اون دست پیدا کنه. البته این مرحله نبوت یک مرحله است که دست اکتسابی نیست. خداوند کسی رو که بخواد پیامبر میکنه. ما تلاش بکنیم نمیتونیم پیامبر بشیم. اما بعد از اون مرحله دوم که پله دوم باشه، پله صدیقین هست، راستگویان. این مرحله برخلاف مرحله نبوت، این مرحله رو ما میتونیم به دست بیاریم. این اکتسابی هست. انسانی که بخواد به اصطلاح به این مرحله برسه، با تلاشش میتونه به این درجه صدیقیت پیدا برسه و خیلی ها هم به این مرحله رسیدن. جناب دکتر، در همین موردی که شما اشاره فرمودید، مورد آخر درجه صدیقیت که بعد از درجه انبیا در قرآن کریم معرفی شده، چگونه میشه به این درجه دست یافت؟ چه صفاتی دارن راستگویان و این صدیقینی که الله متعال انقدر به اونها اهمیت داده و انقدر از اونها تعریف کرده؟ انسان راستگو مهمترین ویژگیش اینه که شعور به مسئولیت داره. میدونه که وقتی من حرفی زدم، من کاری کردم، من در مقابل این مسئولیت دارم. و این شعور به مسئولیت و این احساس خود بودن که من یک عددی هستم و این
عدد اگر ازش یک اشتباهی صورت گرفت، انسان راستگو اونی نیست که اشتباه نکنه، معصوم باشه. نه خیر، معصوم نیست، اشتباه میکنه، لغزش ازش صورت میگیره، اما اون لغزشش رو نمیاد پنهان نمیکنه، خودش همونی که هست رو به اصطلاح معرض عموم قرار میده که من اینم، اشتباه ازم صورت گرفت، بله من این اشتباه رو کردم. نه اینکه بیاد این رو پوشش بده. این یعنی یک عشق و محبتی داره به حقیقت، واقعیت رو قبول داره و اون رو به اصطلاح انکار نمیکنه. حقیقتی که دوش هست اون رو انکار نمیکنه. اگر فقری داره، فقرش رو نمیاد با یک به اصطلاح پوز دادن دروغین به اصطلاح پنهانش کنه. اگه بیماری داره، از اون بیماری شرم نداره، بلکه با اون بیماری که هست، با اون نقصانی که داره، با اون عیبی که در خلقتی باشه یا هرچی باشه توش هست، سعی میکنه یه طوری کنار بیاد و حقیقت و واقعیتی که توش هست اون رو به اصطلاح قبول کنه و زندگیش رو به پیش ببره. پس یعنی یه صفت بسیار زیبایی دیگه ای داره که اون صفت شهامت هست، جرأت هست، شجاعت هست. شجاعت و جرأتش باعث میشه که نترسه از روبرو شدن با حقیقت. شهامتش باعث میشه که به اصطلاح از اینکه واقعیت رو رو کنه، حتی اگه بر علیه خودش باشه، از این بیم نداشته باشه، از معذرت خواستن، پوزش طلبیدن بیم نداشته باشه و یک حالت انسان آزاده‌ای هست. انسان راستگو یک انسان آزاده‌ای هست. این قبول نداره که جو و اطرافیان به اون تحمیل کنن که حقیقت رو انکار کنه. قبول نداره که به اصطلاح دیگران مسیر به اصطلاح رفتار اون، مسیر گفتار اون، مسیر کردار اون، حالت اون رو اونها تحت شعاع به اصطلاح خواسته های دیگران قرار داشته باشه. در مجموع میتونیم بگیم که انسان صادق، کسی که میخواد انسان صادق باشه یا انسان صادق، مهمترین ویژگیش اینه که در ایمانش به خداش صداقت داره، ایمانش درست هست. طرف وقتی ایمانش درست باشه، شناخت درستی از خداش داشته باشه، از صفات و ویژگی ها و اسماء الله الحسنا به اصطلاح ایمانش درست باشه، خود به خود اون راستگو میشه. وقتی میدونه که خداوند آگاه هست، وقتی میدونه که خداوند بصیر هست به اون چی که به اصطلاح اون ازش سر میزنه، اون کاری که میکنه یا اون حرفی که میزنه، خداوند اون رو میشنوه، خداوند بیناست، خداوند داناست، اون وقت خود به خود خودش رو تو یک کانال درست و مستقیمی قرار میده و به اصطلاح میشه یک انسان راستگو که این مرحله‌ای هست بعد از مرحله نبوت، یعنی مرحله کمالی که انسان میتونه اون رو کسب کنه و به دست بیاره. خیلی ممنون. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو در خدمت حضرت مولانا باشیم. جناب دکتر تعریف بسیار زیبایی داشتن از صداقت و راستگویی به برخی از صفاتی که یک انسان صادق داره و مخصوصا شهامتش و جرأتش و دوست داشتن حق و حقیقت. من دوست دارم جناب مولانا در قرآن کریم، جناب دکتر به یکی دو مورد اشاره کردن، استنادهایی از آیات داشتن، بیشتر صحبت بکنیم درباره صداقت در خلال آیات کلام الله مجید. برای ما از صداقت در قرآن بگید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. به واقعیت بحث امشب ما پیرامون راستگویی و صداقت بسیار یک مسئله مهمیه که و فکر میکنم مسئولیت عظیم و بزرگ زبان هم در همین قضیه. سخت‌ترین کار زبان. در برنامه‌های گذشته شما از ازرار بگم که بدگویی ها و اینها
یا مسائل منفی زبان را اشاره کردیم. فقط همین جنبه که از زبان قطع بشه همه مشکلات در زبان به وجود می آید. یعنی وقتی زبان به راستگویی و به صداقت عادت نداشته باشه طبیعتاً دیگه شروع میشه به بهتان و به تهمت و به غیبت و بالاخره. اگر در این قضیه فقط ما بتانیم زبان خود به صداقت و راستگویی عادت بدیم، از کل او مشکلاتی که قبلا در برنامه سفره دل بیان شد انشالله از اونها نجات پیدا میکنیم. مسئله صداقت و راستگویی طوری که جناب استاد بزرگوار جناب دکتر عمرا حفظه الله اشاره کردن که مسئله واقعا تعریف زیبا و جالبه و ما قبل از اینکه به آیات شروع کنم اشاره میکنم ارتباط به خود صفت راستگویی و صداقت صفاتی بود که به کل انبیاء علیهم السلام ارتباط داره. یعنی همه انبیاء علیهم السلام مزین به این صفت بودن، راستگو بودن و صادق بودن و که از آن جمله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که حتی قبل از این که به درجه نبوت برسن، قبل از این که به پیامبری مبعوث بشن، یکی از لقبهای زیبا یا صفتهای زیبایی که در دوران جاهلیت به او مسما شده بودن رسول معظم اسلام به عنوان محمد صادق. یعنی در همون دوره قبل از اسلام هم در عصر جاهلیت هم این صفت انقدر مورد قبول بود و مورد احترام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با این صفت میشناختند. بله، یعنی اشخاصی که حتی زبان بدی دارن، فکر بدی دارن، افکار بدی دارن و اندیشه بدی دارن قائل هستن که این صفت زیبایی هست، معترفن به زیبایی. بله. ولی ای که خداوند نصیب یک عده میگردانه و یک عده را از این محروم میکنه دیگه، ای واقعا باید انسان ها در طلب مداوا و چی باشن، راه حل ازی باشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به عنوان پیامبر مبعوث میشن و باز هم از صفتهایی که قرآن عظیم الشان، یعنی وقتی که رسول معظم اسلام میخوان که هجرت کنن، باز هم به یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعلیم میده قرآن عظیم الشان که قل بگو ربی اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، که اول آیه مبارکه اشاره میکنه که قل ربی اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی، و مر از مکه بیرون کن که صادق باشم و مر در شهر که وارد میکنی به اونجی صادق باشم. در این قضایا کلا تعلیم قرآن عظیم الشان که باز هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست جریان صدق و راستگویی و اینها. من نمونتاً چند آیه که در این باره اشاره شده، الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 70 و 71 اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین از خدا بترسید، و قولوا قولا سدیدا، شما بگویید سخن راست، یعنی راستگو باشید. خود سدید یعنی سخن راست، سخنی که در ازو درست باشه، حرف بیهوده‌ای نباشه، حرفی نباشه که بالاخره طرف خدشه‌دار بکنه، طرف آزرده بسازه. فقط قولوا قولا سدیدا، چیزی که حقیقت داره. بله. نتیجه در ادامه آیه بیان میکنه که وقتی کسی سخن درست گفت و راستگو باشه نتیجه از او چیه؟ ادامه میفرمه که یصلح لکم اعمالکم، سخن راست اعمال شما اصلاح میکنه و یعنی در حقیقت زندگی شما زندگی صالح و سالمی میگردانه. راستگویی یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، و نتیجه دیگه در دنیا که اعمال صالح شد، زندگی خوب شد، ادامه بیان میکنه یغفر لکم ذنوبکم، الله سبحانه و تعالی میامرزه گناهان شما به سبب این راستگویی شما، به سبب این قول نیکویی شما. حتی قرآن عظیم الشان در آیات دیگر اشاره میکنه
که شما به همراه همه مردم و قولوا للناس حسنا، وقتی شما صحبت میکنید با تمام مردم به زیبایی صحبت کنید، با سخن راست و نیکویی و اینها. ادامه آیه بازم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت از خدا و پیامبر بکنه. یعنی چی؟ یعنی دستور راستگویی و صداقت این دستور پروردگار عالم هست. کسی که اطاعت از خدا و پیامبر بکنه فقط فاز فوزا عظیما، به تحقیق که یک رستگاری بزرگ نصیب از او میشه. آیه دیگر در سوره توبه الله سبحانه و تعالی در آیه 119 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین از خدا بترسید، و کونوا مع الصادقین، و شما باشید به همراه صادقین. قبل از اینکه آیات دیگر را اشاره کنم که صادقین کیا هستند و در آیات اشاره شده، در این دو آیه که واقعا خود ما تکان داد، قضیه راستگویی و قضیه صداقت خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه در هر دو آیه قبل از ذکر راستگویی و صداقت الله سبحانه و تعالی میگه اتقوا الله. در آیه اول هم میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. در این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسید. یعنی کسی که از خدا نترسه در حقیقت او نمیتونه راستگو باشه، او نمیتونه در راه راستگویی قدم بگذاره. او وقتی که با خدای خود راست نباشه با بندگان خدا هیچ وقت راست نمیشه. پس این نکته بسیار نکته‌ای که تاکید در این حرف داره که ای مؤمنین بترسید و سخن نیکو بگویید، ای مؤمنین بترسید از الله و همراه صادقین باشید. در این آیه وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، شما به همراه صادقین باشید. صادقین چی کسانی هستند؟ جناب دکتر قبلا اشاره کردن و من هم دو سه آیه اشاره میکنم مختصرا. در سوره حجرات آیه 15 الله سبحانه و تعالی صادقین رو بیان میکنه، میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، همانا مؤمنین کسانی هستند که ایمان به خدا آوردن و ایمان به رسولش آوردن، ثم لم یرتابوا، و در از اینا هیچ شک و وسوسه پیش نیامده. لم یرتابوا، ایمان اینها هیچ وقت اینا رو دوچار وسوسه نمیکنه، نزول نسبت به خدا و پیامبر. لم یرتابوا، صفت دیگر لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه الله سبحانه و تعالی به مال خود و به جان خود. ادامه آیه اشاره میکنه وقتی کسی که ایمان به خدا آورد و پیامبرش ایمان آورد و شک کردم در ایمان خود راه نداد، جهاد کرد با جان و مال در راه الله سبحانه و تعالی، ادامه به صراحت قرآن بیان میکنه اولئک هم الصادقون، اینها صادقین هستند، اینها در حقیقت راستگویانن که با الله سبحانه و تعالی وقتی که عهد و پیمان بستن ثابت کردن که ما راست گفتیم و با عهد خود پابرجا هستیم. در سوره حشر آیه 8 الله سبحانه و تعالی باز هم صفت صادقین رو بیان میکنه، چون ما وقتی آیه رو خواندیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنین شما همراه صادقین باشید. خب صادقین چی کسانی هستند؟ الله سبحانه و تعالی بیان میکنه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله. آیه مبارکه اشاره داره نسبت به غنائمی که به دست آمده بود. الله سبحانه و تعالی میگه این غنایم تعلق داره برای فقرایی که اونها مهاجر شدن، یعنی مهاجرینی که صحابه‌ای که مکه ترک کردن، جان خود در خطر گذاشتن و مال خود رها کردن و بالاخره اونها بیرون شدن یا بیرون کرده شدن از شهر. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه، اونهایی که طلب میکنن فضل پروردگار عالم را. پس این مقام کی هست؟ ادامه آیه میفرماید اولئک هم الصادقون،
در حقیقت کسی که مهاجر میشه به خاطر الله سبحانه و تعالی. حالا شاید در این زمان و این شرایط کسی بگه من چگونه هجرت کنم، اما برای بینندگان عزیز تنها هجرت اینیه که یک وطن دیگر. هجرت اینه که انسان وقتی میگیم دیار کفر ترک بکنه بره به دیار مسلمین، اعمال کفرانه هم هر انسانی که ترک بکنه بره به طرف اعمال توحید و یکتاپرستی، در حقیقت این اجر و پاداش هجرت رو گرفته. گناه و معصیت رو انسان ترک کنه به طرف رضایت الله سبحانه و تعالی قدم بگذاره، در حقیقت هجرت هم از این سرزمین به سرزمین همین هست. وقتی که باز هم جان و مال خود در راه الله سبحانه و تعالی و هدفم که یبتغونه طلب میکنن رضایت الله سبحانه و تعالی، اولئک هم الصادقون، اینها در حقیقت راستگویانن. همچنین آیه دیگه که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 177 اشاره میکنه که خیلی مهمه در این آیه که واقعا ما رو متوجه میسازه که صداقت و راستگویی چقدر مسئله مهمیه. اشاره میکنه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. تا این قسم الله سبحانه وتعالى در این آیه کل مؤمن بهیر بیان میکنه. تنهایی که روی خود به طرف مشرق و مغرب بگردانیم ای مسئله خوبی نیه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل، بلکه چی؟ چون یهودی ها هم نماز مثلا میخوانن رو به طرف بیت المقدس، رو به طرف بالاخره اعمال دارن که ارتباط میگیرن. در این قسمت الله سبحانه و تعالی میگه که زمان شما میتونیم به خوبی دست یابیم که اینها رو قبول کنیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولكن البر من آمن. مثلا مؤمن بهی بیان میشه، ایمان به خدا، به روز قیامت، به کتاب، به رسول، به بالاخره فرشتگان. بعد از مؤمن بهی و ایمان به اون چیزی که ایمان ارتباط داره، مسائل ایمان، بعدا 12 صفت دیگر بیان میکنه از اعمال. وقتی که بیان میشه که ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، از این قسمت وآتى المال على حب، کسانی که مال در راه الله سبحانه و تعالی میدن و اون مالی که او دوست دارن، او به یتیم مصرف میکنن، او به فقرا مصرف میکنن، او بالاخره به مستضعفین و به بینوایان و به آزاد کردن بردگان و همه اینها عهد و پیمان دارن و در راه الله سبحانه و تعالی وقتی مشکلات و مشقتی میبینن صبر و استقامت دارن. همه این 11-12 صفت که وقتی بیان میشه ادامه میفرمایه که اولئک الذین صدقوا، اینها راستگویانن. اینها کسانی هستند که اینها راستگویانن. اینها راستگویانن در حقیقت. ادامه که بیان میکنه و اولئک هم المتقون، یعنی وقتی راستگو شد داخل میشه در زمره متقین. وقتی در زمره متقین داخل شد ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون. وقتی و متقین داخل شد ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، قرآن بر او اثر میگذاره، بهشت از آن او هست و بالاخره ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه برمیگرده. پس زمانی که به دایره صادقین داخل شد انسان میره از زمره متقین و وقتی متقی شد همه از آن او میشه. و همچنین آیات دیگری که در این راستا و در این باره هست که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که قال الله هذا یوم ینفع الصادقون صدقهم. بسیار مسئله مهمیه. الله سبحانه و تعالی وقتی که میگه در روز قیامت فقط نفع اشخاص میبرن که اونها راستگویانن. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین، امروز روزیه که نفع از آن کینه؟ از آن صادقینه، اونها از آن راستگویانه، اونهایی که با خدا راست بودن، اونهایی که با بندگان خدا راستگو بودن.
همیشه راست میگفتن و همیشه در راه راست قدم میگذاشتن. و همچنین آیات دیگری هم هست که اگر وقت و فرصت باشه اشاره کنیم. خواهش میکنم. من از صحبت‌های شما اینگونه برداشت کردم که حقیقتاً معنای صداقت از آیاتی که شما تلاوت فرمودید خیلی فراتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. اگه اجازه بدید من این موضوع رو با جناب دکتر ادامه بدیم. جناب دکتر حضرت مولانا اشاره کردن به چند تا از آیات مختلف، مخصوصاً آیه 177 بقره که تلاوت شد آیه آخر که آیه بسیار جامعی است. ما وقتی که ما در جامعه خودمون صحبت از راستگویی میکنیم و اینکه انسان صادقی هست فلانی، این رو خب در قالب یعنی به هر حال تصور جامعه خودمون این رو منحصر کردیم به فقط چند تا رابطه اجتماعی، اتفاقاتی که دور بر میفته. ما از فلانی دروغی ندیدیم، دروغی نشنیدیم، مثلا تا به حال به ما دروغی نگفته. اما ظاهرا معنای راستگویی و صداقت خیلی فراتر از این هست، حتی در گفتار، طبق آیاتی که به هر حال اشاره شد. من دوست دارم که در این باب بیشتر صحبت بکنیم جناب دکتر. در قرآن کریم تصویری که از راستگویان تصویر شده، به هر حال به ما معرفی شده، در چه حدی است؟ آیا ما کسی رو که به عنوان مثال پایبند نیست به این احکام و پایبند نیست به بخشی از اون چیزی که در آیات مختلف ذکر شده از عبادت‌ها و از باورها، آیا این انسان رو اصلا میشه نامش رو انسان راستگو و صادق گذاشت؟ بله، همونطور که اشاره کردن جناب حضرت مولانا، قرآن کریم بسیار تصویر جامع و کاملی میده از فرد راستگو. و صداقت، اول صداقت با خود هم مطرح هست که کسی که به اصطلاح صادق هست با خودش هم باید صادق باشه، با خودش هم باید رو راست باشه. داخلش اون چیزی که بهش باور داره، اون چیزی که قبولش داره، اون باید با اون چیزی که ابراز میکنه همگام باشه. مگه نه این است که ما میگیم مثلا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ خب این یه حرف صادقانه است، درست است، روش هیچ مبحثی نیست. خب این حرف رو وقتی یه مؤمن میگه اون راستگوست، وقتی یه منافق این حرف رو میزنه اون دروغگوست. حرف درست است، حرف روش هیچ بحثی نیست، خداوند یگانه خدای عالم هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده و خاتم الانبیا. خب این رو وقتی یه مؤمن میگه، چون که مؤمن به این باور داره، قبولش داره، این اعتقادش هست، پس داره یه چیزی رو که داخلش با اون همگام هست رو ابراز میده که گفتارش با اعتقادش یک همگام هست. اما منافق نه، منافق اعتقادش داخلیش یه چیزی دیگه هست، این رو قبول نداره، اما این حرف درست رو داره تکرار میکنه. حالا ما میگیم این منافق داره دروغ میگه، داره گول میزنه، منافقت داره میکنه. واسه اینه که قضیه صداقت در قرآن کریم روش بسیار تأکید شده، تا بدان جا که خود خداوند منان خودش رو به این صفت ویژه وصف میکنه که به اصطلاح خداوند منان میفرمایند و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا. کیه که از خداوند متعال راستگوتر باشه، حرفش از خداوند منان راستتر باشه. و خوشش هم میاد که ما خداوند رو به این صفت وصف کنیم و توصیف میکنیم. همیشه خداوند متعال میفرمایند قل صدق الله، بگو که خدا راست میگه. و این رو ما گرفتیم برای خودمون یک فرهنگ ساختیم که هر وقت که آیه از قرآن کریم رو کسی تلاوت میکنه یا خودمون تلاوت میکنیم، بعد ازش چی میگیم؟ میگیم صدق الله العظیم، صدق الله العلی العظیم. ما شهادت میدیم که خداوند اصطلاح صادق هست و این صفت، این ویژگی در حد کمال و جمالش شیوه و برازنده خداوند منان هست. و همینطور میبینیم که قرآن کریم صفات مؤمنان و پیامبران رو وقتی بیان میکنه روی این نقطه زیاد تأکید میکنه که باید اینا به اصطلاح صادق بودند. و اذکر فی الکتاب اسماعیل، یادت باشه تو قرآن کریم ذکر این رو ذکر کن که اسماعیلی بود. این پیامبر خدا اسماعیل چه ویژگی داشت؟ انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیا.
اون در وعده و به اصطلاح موعدی که می داشت همیشه راست بود، حرفش همیشه درست بود. و در وصف خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر پیامبران قرآن کریم میفرمایند که و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا، ما اونها رو از رحمت خودمون بهشون به اصطلاح نعمت ارزانی کردیم و برای اونها زبان راستی رو گذاشتیم، زبانی که همیشه راستگوست، زبانی که همیشه درست هست. و همونطور که جناب حضرت مولانا اشاره کردن به آیه سوره اسراء آیه 80 که خداوند منان پیامبرش رو امر میکنه که از خداوند چی بخواد؟ راستی رو بخواد، راست بودن، تلاش برای راستگو شدن. این یه تلاشی باید در هر انسانی باشه، یه تلاشی خودش هم میکنه و یک کمکی هم از خداوند متعال میخواد که به اصطلاح خداوند داره به پیامبرش میگه که وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، خدایا بار الها مرا صادقانه در هر کاری داخل کن و صادقانه و راستگویانه از هر کاری میخوای منو بیرون کنی، از اون کار داخل کار راستگو باشم، بیرون شدم از کار راست باشم، همیشه هم با صداقت و راستگویی باشه تا در روز قیامت از جمله کیا باشم؟ از جمله اونایی که سوره مائده آیه 119 بهشون اشاره داره که قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، در روز قیامت این همون روزی است که صادقین و درستکاران رو این راست بودن و درست بودنشون به دادشون میاد، اینجاست که کارشون میاد. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظیم. اینها اون پیروزی بزرگ رو به دست میارن، خدا از اونها راضی میشه، اونها از خداوند راضی میشن، بهشت‌های برین به اینها ارزانی داده میشه. همش به خاطر چی؟ به خاطر این صداقتی که داشتن. و واسه همینه که خداوند منان به مؤمنان مژده میده در روز قیامت که ان المتقین فی جنات و نهر، که مؤمنان در روز قیامت در بهشت‌های برین هستند و در ناز و نعمت زندگی میکنند. بعد از اون یک تعبیر قرآنی بسیار عجیبی هست در سوره قمر. در آخر سوره قمر آخرین آیه این سورت میخونیم که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که اونها در روز قیامت در یک جایگاه و نشیمنگاهی هستند در کنار پروردگار تواناشون که این جایگاه، این سکو یا این جایی که توش قرار دارن، این مبلمانی که پیش خدا هستند، این انسانها، این مقعدی که دارن اونجا مقعد صدق هست. یعنی کسی که میخواد اینقدر به خداش نزدیک بشه در روز قیامت و اون جایگاه رو به دست بیاره، آهای مردم این جایگاه اسمش هست جایگاه راستی. یعنی اینقدر انسان باید راستگو و درستکار باشه، اینقدر قرآن بهش اهتمام میده که انگار انسان راستگو داره تو دنیا تو دستش گرفته به اصطلاح همون تار و پود ساختن جایگاه راستینی که اعلاترین و والاترین جایگاه هست در قرآن تا روی اون بشینه. پس انسان راستگو داره الان از این دنیا در این جایی که هست داره جایگاه راستین خودش رو در بهشت در نزد خداوند توانا داره به اصطلاح میسازه و آماده میکنه تا در اونجا به این مقام والا برسه. الله تعالی انشاءالله نصیب ما و شما و همه امت اسلامی بگرداند این جایگاه رو. واقعا همون وعد صدق الذی کانوا یوعدون، همون وعده صدق و راست و حقی است که الله تعالی به بندگان صادق خودش عطا کرده و جا داره بینندگان عزیز ما در صفت راستگویی و راستی بیشتر تدبر بکنیم. موردی رو که جناب دکتر اشاره فرمودن بسیار جای تأمل داره. وقتی که منافقی کلمه شهادتین میخونه و میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله،
ازش قبول نمیشه، میگیم دروغ میگه. نه اینکه کلامی که گفته این کلام دروغی باشه که نعوذ بالله لا اله الا الله دروغ باشه یا محمد رسول الله دروغ باشه. نه، این دروغ نیست. همونجوری که قرآن کریم در تعبیر بسیار لطیفی در سوره مبارکه منافقون اینجوری بیان می‌دارد و اشاره می‌فرماید که اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، اونها وقتی که میان پیش تو و شهادت میدن که تو رسول الله هستی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میومدن میگفتن تو ما شهادت میدیم که تو رسول الله هستی. الله تعالی میفرماد والله یعلم انک لرسول، الله میدونه که تو رسولش هستی، ولی در ادامه الله تعالی میفرماد که و الله تعالی شهادت میده که منافقین لکاذبون، اینها دروغ میگند. دروغ اینها چی بود؟ اونها زبونشون با عملشون، با اعتقادشون و باورشون راست نبود. زبونشون یک چیز بود و عمل و باورشون چیز دیگه. اگر بخوایم راست باشیم، اگر بخوایم راستگو باشیم، اگر بخوایم صادق باشیم، زبان ما، گفتار ما باید با عمل ما یکی باشه. یک میان برنامه رو به همراه شما بینندگان عزیز میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما و میهمانان محترم برنامه خواهیم بود با ادامه موضوع صداقت و راستگویی. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. میگن که یک حقیقت تلخ خیلی گواراتر از یک دروغ شیرینه. انسان اگر صداقت داشته باشه، راستگویی داشته باشه و حقیقت سعی بکنه که همیشه راست بگه، برو این که تلخ باشه، برو این که به هر حال بعضی وقتها کلامی که گفته میشه، تعبیری که هست، خبری که هست، حقیقتی که هست، گفتنش سخته و تلخه، هم گفتنش هم شنیدنش شاید برای مخاطب، اما ثمرش خیلی شیرین تر از اینه که انسان به دروغ بیاد و یک حقیقت رو کتمان بکنه، هرچند کن دروغ شیرین باشه، هرچند کن دروغ به هر حال پر زرق و برق باشه و همچنین پیاز داغش هم زیاد باشه. جناب مولانا درباره فضیلت و فضایل راستگویی چه فایده هایی برای ما داره راست گفتن؟ خلاصه کردم. شاید خیلی از بیننده خب حالا انشالله که بیننده ما از این گروه نیستن، از این دسته، کسی براش سوال پیش بیاد که خب چه نیازی است ما راست بگیم جایی که میشه دروغ گفت و جایی که میشه با یک دروغ کلی منفعت به کسب کرد و دل خیلی ها رو به دست آورد، خیلی جاها خیلی ها هم دوست و آشنا رو به حال دور خود جمع کرد و نگه داشت و رو به منصب و مقام رسید. چه نیازی است ما دروغ بگیم؟ درباره حالا اگه سوال جواب میدید یا فضایل میگید هر کار، چه نیازی است که ما راست بگیم؟ من کلام دروغ. اگر ما شروع کنیم به فضائل یا فواید راستگویی، یعنی وقتی که ما میگیم این صفت انبیاء علیهم السلام هست، صفت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست، در حقیقت فواید زیادی در از این هفته بوده و هست. چون الله سبحانه و تعالی وقتی که او خیلی بهترتر بندگان خود را نسبت به اینکه ما خود را بشناسیم خیلی ما بیشتر و بهترتر میشناسه و الله سبحانه و تعالی ما را دعوت میکنه به طرف راستگویی، به طرف صداقت. پس از این که یک ما قبل از اینکه اشاره کنیم، همین خود از این نشان دهنده که در از این فواید کثیری نهفته هست. ما چند فایده دنیوی و چند فایده اخروی را اشاره میکنم. یعنی اولین فایده که انسان راستگو یک لحظه اگر فکر کنه که شهادت خود پروردگار عالم نسبت به یک انسان که تو خوب هستی، امروز روز نفعتونه. یعنی وقتی یک در عالم ظاهر یک ارباب منطقه، یک ولی منطقه، وزیر منطقه و بالاخره رئیس جمهور منطقه یک شخص را تایید کنه، چقدر واقعا خوشحال میشه، مسرور میشه. نسبت به انسان راستگو و انسانی که او صداقت و راستگویی پیش ساخته، الله سبحانه و تعالی که اشاره میکنه قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قال گفت خداوند، یعنی این قول پروردگاره که امروز روز نفع،
برای انسانهای راستگویی. پس از این فایده دیگه که خداوند شهادت به خوبی یک انسان بده، خداوند شهادت به نفع بده در این حرکت راستگویی و راست گفتن و اینها. همین ضمانت نامه‌ای است از طرف الله سبحانه و تعالی بر انسان صادق و راست، روز قیامت تو تضمین شده. این نفع بزرگیه. دوم، در ادامه همین آیه تمام تلاش انسان به خاطر اینه که رسیدن به بهشت. عاقبت خداوند انسان مسلمان بله جهنمی ساخته و بهشت جنتی ساخته. انسان مؤمن و مسلمان تمام نماز، روزه، حج، زکات، تمام تلاش انسان سرانجام به این هدفه که ما برسون به بهشت و بالاخره به اون نعمتهای ابدی پروردگار. ادامه ای آیه میفرمایه وقتی که قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، میگه لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. برای انسان صادق و راستگو بهشتیه که نهرهای و بالاخره همه جاییه که همه فضل الهیه، لطف الهیه و این برای همیشه هم هست، خالدین فیها ابدا. و بالاترین فایده سوم، بالاترین نعمت به راستگویان وقتی که الله شهادت و تضمین کنه برای از او و بهشت او داخل کنه، ادامه آیه میفرمایه وقتی که خالدین فی ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. بالاترین نعمت و بالاترین فوایدی که از جمله فایده‌ای که از فواید راستگویی هست رضایت الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی راضی میشه. وقتی الله از انسان راضی بشه، او هم به اثر راست گفتن به صداقت که داشته باشه، واقعا این فایده عظیم و بزرگیه. و همچنین وقتی که میگیم راستگویی، یعنی امروز راستگویی، اول راستگویی، آخر رسیدن به رستگاری بزرگ. وقتی الله سبحانه و تعالی اول آیه اشاره میکنه قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، ادامه اخیر آیه چی میگه؟ اول که راستگو شدیم، حالا رسیدیم به رستگاری بزرگ، ذالک الفوز العظیم. دیگه این فوز و فلاح و رستگاری بزرگیه که الله سبحانه و تعالی. پس اجازه بدید من یک دفعه دیگه اینا رو لیست کنم چون بسیار زیبا بود. اولین که انسان وعده ضمانتنامه الله تعالی برای قیامت. وقتی قیامت میگیم یعنی هم قبر هست، هم بعد صحرای محشر هست، هم بالاخره این چیزی که هم اتفاق نظر دارن انسان ها که بالاخره یک روزی میرسه دیگه، قبر و صحرای محشر و قیامت، حساب کتاب و تفاصیلی که در سفر آخرت داشتیم همراه شما. یکی ضمانتنامه. موضوع دوم اعلان وعده بهشت. وعده بهشت هم که بهشت دیگه نیاز ولکم فیها ما تشتهیه. یکی از دوستان جناب مولانا یک تعبیر جالبی داشت در وصف بهشت. حالا شاید بینندگان عزیز از لحاظ کلام تعبیر زیاد در ادبیات حالا کتابی بگیم، اداری بگیم، محترمانه نگنجه، اما بسیار برای من جالب بود. من گفت که من بهشت رو میخواید در 2 کلمه برای شما معرفی بکنم. گفتم بفرمایید. گفت بهشت یعنی عیاشی مطلق. یعنی شما همون تعبیر ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. پس ضمانت و بهشت و مهمتر از همه رضایت الله تعالی که یعنی ما وقتی که میگیم رضایت الله تعالی، رضایت پدر یا مادر یا دوست یا مدیر یا وزیر یا رئیس جمهور یا پادشاه کشور نیست. رضایت کسی که اختیار تمام عالم به دست اونه و همه کار است. وقتی که اون راضی شد از کسی، امکان نداره که این شخص ناراض بشه از چیز دیگه. این معنیش اینه دیگه، یعنی وقتی که اون راضی شد از این بنده هرگز ناراض نخواهد شد از اون چیزی که الله تعالی برای اون گذاشته و تنها نمیذاره دیگه بنده. وقتی که پادشاه عالم یک کره زمین است که فقط یکی از میلیاردها ستاره هایی که ما در کهکشان راه شیری دیدیم. فواید صداقت داره میگیم. اخیرم همین بود که اول وقتی که به راستگویی کسی قدم بگذاره و نتیجه اخیرش رستگاری بزرگ که ذالک الفوز العظیم. هر کی نمیخواد دروغ. حالا اگه مرد کسی بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله و من اصدق من الله حدیثا. الله سبحانه و تعالی اینا همه. و همچنین
فکر میکنم اگر از بحث، چون اینها فواید معنوی بود و فواید اخروی بود، به همینا کفایت، چون در آیات زیادی داریم که پاداش راستگویان اجر اخروی داره و بالاخره مسائل زیادی هست. وقتی گفتیم بهشت رضایت الله تعالی دیگه همه دیگه، یعنی کل قیامت، همه بالاخره همه چیز ضمانت شد، همه از انسان راستگو شد دیگه، همه مالی میشه. بله. پنجم اگر به ارقامی که هست اشاره کنیم، مثلا جلب اعتماد و اطمینان. انسان راستگو، یعنی در شرایط کنونی یک شخصی که در جامعه راستگو مطرح میشه و به حرف او دیگرها هم اعتماد دارن و هم اطمینان دارن. حتی شما ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی بر کوه صفا بلند میشن، وقتی برای کسانی که جمع شده بودن در پایین کوه صفا اشاره میکنن در ابتدای دعوت که علنی شد که آیا اگر بر شما بگم که در پشت این کوه لشکر سپاهی آمده میخوای بر شما حمله ور بشه، شما باور میکنین؟ گفتن بله باور میکنیم. کسانی بودن که اعتقاد نداشتن به پیامبر صلی الله علیه و باور نداشتن. بله باور میکنیم. چرا باور میکنیم؟ به خاطر که تو محمد صادق هستی، ما از تو دروغی نشنیدیم. یعنی از این نشان میده که برای انسانهایی که آنها راستگوین و در حقیقت در کلام اونها صداقت هست، یعنی نه تنها مسلمان ها، غیر مسلمان ها هم برای از اونها اطمینان. یعنی خلاصه جلب اعتماد و اطمینان در بین مردم، مقبولیت و محبوبیت در جامعه، در بین جامعه وزن اجتماعی پیدا میکنه. بله. محبوب. و همچنین مسئله شجاعت و شهامته. یک نفر در زندگی اگر دروغی میگه، وقتی دروغ به یادش میاد نصف شب هم که باشه خواب از سر از اون میپره و بالاخره نگران و وحشت زده و اینها که این دروغ ما افشا نشه و این دروغ ما فلان و فلان و فلان. اما یک نفری که راست گفته و در کلام خود صداقت داره، در حقیقت شجاعت داره، نمیترسه، هیچ نمیترسه. و این شهامت و شجاعت برای از چی داده و چی سبب شده؟ راستگویی. و چه بسا جمع اونا دروغ میاره، باز سبب میشه به خاطر دفاع از اون دروغ 10 دروغ دیگه بگه و به این باج بده، به اون باج بده. بده. بله کلا. و همچنین حل مشکلات در جامعه. وقتی که راستگویی به جامعه آمد، صداقت به جامعه آمد، اختلاف دور میشه، کینه دور میشه، عداوت دور میشه، بغض، دشمنی، کل خلاصه صفتهای مذمومه و صفتهای رذیله از جامعه دور میشه. به خاطر از این که وقتی که دروغ گفته شد، طرف شنید، از این حرف ناراحت میشه، ناراحت شد اختلاف پیدا میشه. وقتی که شنید کینه پیدا میشه، عداوت پیدا میشه، دشمنی پیدا میشه. در این قسمت یعنی حتی خیلی جالب، بعضی اشاره میکنن، میگن که از این که برای دشمن خود، یک دشمن داره شخص، اگر کسی به دشمن خود راست بگه، راستگویی داشته باشه، دشمن برای از او تبدیل میشه به مرور زمان به عنوان یک دوست. و بهترین دوست داره اگر برای از او یک دروغ بگه، به مرور زمان بسیار با مدت کم بهترین دوست تبدیل میشه به یک دشمن. پس خود راستگویی وقتی دشمن بیاره دوست کنه و دروغگویی دوست بیاره دشمن کنه، در حقیقت موضوع بسیار مهم و موضوع بسیار با اهمیتیه. همچنین ایجاد محبت بین همدیگر از جمله فوایده. وقتی یک شخص راست در میشنوه، حتی بعضی وقت آدم به خانه میره، طفل میبینه، مثلا یک لیوان، یک گلاس، یک چیزی شکسته، مثلا یک مثال، طفل میگی که ایرا کی شکسته؟ او میای بسیار به یک زبان شیرینی که از پیش ما افتاد و شکست. بر علاوه که تهدید نمیشه، طفل خیلی خوش انسان میایه از راست گفتن از او و بالاخره از این جریان. این همین قضایایی که حتی ما در صدر اسلام نمونه هایی داریم که وقتی که صحابه میدیدن که دشمن اینا برای از اونا راست میگه، او رو عفو میکردن، او رو میبخشیدن و در همون صداقتی که او داشت و بالاخره با او، چون خود راستگویی یک جوانمردیه، در مقابل برای از او به جوانمردی جواب میدادن. چه بسا که جناب مولانا خیلی از مشکلات، درگیری ها، خیلی از کینه ها
و خیلی از حتی قصاص هایی بوده که طرف آمده و حالا اشتباهی مرتکب شده، خطایی کرده بوده، اومده اعتراف کرده، حقیقت رو گفته، توجیه نکرده، گفته حقیقت همین هست و اون سبب شده که طرف کوتاه بیاد و از حق خودش بگذره. همه اینها فواید راستگوییه که وقتی که اشاره میکنیم وقتی عدم راستگویی در جامعه بود بروز مشکلات گوناگون میشه و همچنین زندگی کردن بدون اضطراب و نگرانی. اصلا خیلی از تشویش های روحی و روانی بسیاری از انسان ها در جامعه از اثر دروغ هایی که گفته شده. یک شخص تشویش میکنه، نگرانه، پریشانه. چرا پریشانی؟ چرا نگرانی؟ و بالاخره چون راستگو نبوده. در این راستا در حقیقت شما ببینیم همین مسائلی که چون در سفره دل بحث ازدواج ها و بحث مهریه ها و بالاخره اینها گفته بود، یعنی ایجاد مشکلاتی که بین خانواده ها بیشتر صورت میگیره از عدم راستگویی. در ابتدا مثلا حرفای دروغی، وعده های دروغی و بالاخره جریان های دروغی در اینها مطرح میشه یا کتمان گذشته ها چیزی بالاخره در این قسمت. وقتی که موضوع شفاف باشه، راستگویی باشه، در حقیقت انسان دچار مشکلات و اضطراب و نگرانی و اینها نمیشه. همچنین فواید زیادی داره راستگویی. حاصل شدن برکت به معامله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیثی که متفق علیه هست که وقتی که در بیع و شرایی که راستگویی باشه، یعنی صداقت باشه، الله سبحانه تعالی در از او خیر و برکت و بالاخره همه ایجاد میشه. امروز میبینیم خیلی از دوستا شکایت دارن از معاملات خود و بالاخره از اینکه خیر نیه، برکت نیه و بالاخره مشکلات سر راه میایه. همه اینها از اثر اینه که در همون ابتدای معامله و بیع و شرا اینها راستگویی صورت نگرفته. وقتی راستگویی آمد، از جمله فواید اینه که خیر و برکت همراه خود داره. چون همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، خیلی از عزیزان بعضی وقتها متاسفانه مشاهده میشه که در بازار کار در خصوص صحبت میشه، تجارت میشه و خب صداقت نیست در معامله. وقتی که گفته میشه که چرا صداقت ندارین در معامله، میگه خب من اگه راست بگم که بازار من کساد میشه، کی میخره از من؟ مثلا من جنسی رو که خریدم بیاد بگه چند خریدی، من قسمم متاسفانه خیلی میخورن که به خدا قسم اینقدر خریدم، اینو از کجا آوردم و احساس این گونه است. یعنی این برداشت اشتباه اینه که من اگر راست بگم جنس رو مجبورم ارزونتر بفروشم یا شاید از من نخره و این سبب میشه که من دچار مشکل بشم در زندگی دنیا. و خب این رو توجیهی میدونن برای کار خودشون. توضیح شما به این عده چی است؟ اینها میگن خب راست گفتن برای ما ضرر میاره. آیا این حقیقت هست که راست گفتن آیا ضرر هم میزنه به کسی؟ در حقیقت بعضی وقت وساوس شیطانی انسان از او راه راست و راه صراط المستقیم دور میده و دیگه سمت و سوی. و الله سبحانه و تعالی چقدر تاکید میکنه که در قرآن عظیم شان که شما متوجه باشیم که شیطان دشمن بزرگ شما هست. در این راستا بین جامعه داریم که میگن اگر راست بگیم شاید جنس ما فروخته نشه. اگر راست بگیم، قضیه اینه که ما یک راست گفتن داریم، یک فروختن جنس داریم و یک فریب و فریبکاری داریم بین جامعه. حالا ما در حقیقت ماییم که جنس رو به فروش برسانیم یا طرف رو فریب بدیم. این بسیار مهمه. ما وقتی که اگر بخوایم جنس رو به فروش برسانیم، خیلی به راحتی ما اگر راست خور بگیم، حتی اگر عیب و اشکال او جنس رو برای شخص بگیم، او طرف خیلی بهترتر هم خوشحال میشه و بالاخره شاید به رضایت کامل و به رغبت کامل او جنس رو خریداری کنه. اما اگر عکس این قضیه نخرید، رفت، انسان در دنیا وقتی که میایه دارای یک مسئولیت هست. تنها این بحث نیه که ما در دنیا آماده باشیم برای بیع و شرا، برای خرید و فروش. ما یک استادی داشتیم، خداوند حفظ کنه اگر در قید حیات باشن، چون موسفید بودن، میگفتن که بعضی از انسانها فقط به دنبال رزق و روزی خود نیه، تمام تلاش و هم و غم از او برای آبادی این دنیای فانیه.
ما وقتی که میگیم این جنس ما وقتی راست بگیم فروخته نمیشه، هدف اینه که در حقیقت اگر راست بگیم شاید نشه که ای چند طبق خیلی زود بالا نره و ساخته نشه و بالاخره آرگاه و بارگاه دنیوی زود فراهم نشه. پس این سبب میشه که مار وادار میکنه به دروغ و در فریب و در اینها. بنابراین من میخوام این نکته اشاره کنم که اشخاصی که میگن که ما بازار ما کساد میشه اگر ما راست بگیم، وقتی خوب جستجو کنیم اشخاصی که در بیع و شرا در معامله دروغ گفتن و جنس رو به دروغ میفروشن، به خدعه و به نیرنگ میفروشن، در حقیقت بازار اونها کساد هست. چرا؟ وقتی نگاه کنیم یا در بین خانوادهشان اختلاف هست، یا خودشان مریض هستند، سرگردان ای کشور و او کشور و بالاخره ای طبیب و ای دکتر و اینها. وقتی نگاه کنیم از اثر رزق و روزی که او به فریب و به چم و به اینها وارد خانه شده، اولاد درستی در او خانه نماده، اولاد صالحی تربیت نشده. همه اینها در حقیقت درسته شاید زندگی 4 روزه دنیا رو ساختیم، این که الله سبحانه و تعالی در این دروغی که گفتیم ناراض شده، این که همه فواید که ما ذکر کردیم از رضایت الله سبحانه و تعالی محروم شدیم، از بهشت شاید محروم بشه و انسانی که دروغ و فریبکاری داشته باشه، و از او بهشتی که تعریف کردیم و از او وعده و تضمینی که الله سبحانه و تعالی برای صادقین داده این شخص. ولی وقتی این ازرار ما نگاه میکنیم، این در حقیقت خیلی ضرر دیده. از یک جنبه طوری که قرآن عظیم شان اشاره میکنه که مسئله خمر، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیما اثم کبیر و منافع للناس، یک منفعت جزئی داره که خرید و فروش میشه، ولی خب ضررها و گناهش خیلی بیشتره، گناه‌ها زیادتری داره. پس بناهن این اشخاصی که میگن اگر ما دروغ نگیم مال ما به فروش نمیرسه، اینها شیطان وسوسه کرده، شیطان فریب داده. و امیدواریم که این عزیزانی که اگر صدا ما رو میشنون و بالاخره بیننده برنامه باشن، اینها باید خیلی دقت کنن که رضایت الله سبحانه و تعالی فوق همه برنامه های مانه. ما وقتی الله سبحانه و تعالی از ما راضی شد، همه چیز از مانه. حالا که در دنیا فقیر باشیم، مسکین باشیم، هیچ چیزی نداشته باشیم، 4 روز دنیا میگذره، ولی الله که از ما راضی باشه. وقتی ما و شما میبینیم که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم، از فقرای مهاجرین بحث میشه. این فقرای مهاجرین اشخاصی هن که الله سبحانه و تعالی میگه اینا فقیر بودن، اما در حقیقت در عالم ظاهر فقیر بودن، در حقیقت خیلی غنی بودن، چون بزرگترین مدال گرفتن صحابه که رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس اگر کسی بخواهه که از فواید راستگویی استفاده کنه، اینه که حاصل شدن برکت به معامله و به اینها، و همچنین به وجود آمدن یک صفت از صفت انبیاء علیهم السلام در وجود شخص. انسان راستگو لحظه پیش خود فکر کنه که من مزین شدم با او زینتی که انبیاء علیهم السلام مزین بودن. وقتی من راست میگم، وقتی راست حرف میزنم، وقتی به راه راست بالاخره قدم میگذارم، این راهیه که انبیاء علیهم السلام و خصوصا نبی کریم صلی الله علیه و سلم، وقتی یک مسلمان این آیه میخوانه، تلاوت میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر برای شما اسوه حسنه. خب پیامبر صادق بود، امت پیامبر باید صادق باشه. ما یک غیر مسلمان وقتی با مسلمان روبرو میشه، با مجردی که روبرو شد، ما وقتی با یک شاگرد مکتب روبرو میشیم، از لباس از اون میفهمیم که این به کدام مکتب و مدرسه هست، از بالاخره از یونیفرمی که داره. وقتی با یک ارتش روبرو میشیم میفهمیم که ای پلیس، ای اردویه و بالاخره بخش نظامی. در تمام ارسا به یک اداره داخل میشیم میفهمیم که این کارمند مثلا به فلان یونیفرم و اینها قرار داره. وقتی یک غیر مسلمان با مسلمان روبرو میشه، با مجردی که اینها با هم دیگر شروع میکنن به صحبت کردن، باید از کلام مسلمان دانسته بشه و او طرف بدانه که این مزین هست به یک صفتی که در حقیقت این صفت واقعا صفت زیبایی است، که او صفت راستگویی و صداقته. و همچنین از فواید
راستگویی که حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که واقعا فایده عجیبیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الصدق یهدی الی البر. خود راستگویی به کجا سوق میده انسان؟ به طرف نیکی، نیکوکاری. آیه که در ابتدا اشاره کردیم که اولئک الذین صدقوا، همه کارهای نیک، کمک کردن به فقرا، مستضعفین، بینوایان، یتیمان و بالاخره آزادی غلام و اینها هم اولئک الذین صدقوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله فواید راستگویی و صداقت میگن ان الصدق یهدی الی البر. خب بر چه کار میکنه؟ و ان البر یهدی الی الجنه. یعنی چقدر ارتباط داره. راستگویی انسان رو به کارهای نیک میکشانه، به کارهای زیبا. کارهای زیبا انسان رو به طرف بهشت و به اینها سوق میده. و خلاصه که اگر همه جمع کنیم به یک جمله که از جمله فواید راستگویی انسان صالح و سالم میگردانه و انسان خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه، راست و راستگویی که الله سبحانه و تعالی برای ما هم توفیق بده که این صفت اگر در گذشته کمتر داشتیم در آینده بیشتر و بیشترتر در زندگی خود بگردانیم. آمین آمین. حقیقتا حتی بینندگان عزیز شما هم با من در این موضوعی که میخوام مطرح کنم هم باور هستید و هم عقیده، شاید تجربه هم کرده باشید. بعضی وقتا ما در میدان تجارت، در معاملات، در بازار، مغازه جای میریم جنسی رو غیبت میکنیم و متاسفانه خب غالبا با تعریف و تمجیدها همیشه روبرو هستیم دیگه. هیچ بقالی نمیگه که ماست من ترشه که ما نخریمش، کلی هم تعریف میکنه، تمجید میکنه. بعد جنسی رو که همونجا جنوب شهر خودش تولید کرده، مارک ژاپن زده، از اون طرف آورده میگه مال ژاپن و جنس چینی رو به اسم آمریکایی میفروشه و این متاسفانه مشکلات هست. اما بعضی وقتها انسان وقتی که میپرسه از صاحب جنس مثلا این جنس کجایی هست، صادقانه میاد میگه این مال فلان جاست، مال فلان جاست، جنسش هم اینه. و بعد ما میپرسیم با کمال تعجب بابا خب همین جنس رو فلانی مغازه بغل دستی شما گفت که نمیدونم مال فلان کشور و فلان جنس خوبه، اینقدر تعریف تمجید کرد. میگه نه برادر من، نه داداش من، اینا تو بازار ریخته، چینی دستی پنجمه و جنس هم همین جنسه و حالا قیمتش هم همینه، دوست داری بخر، دوست نداری نخر. اتفاقا انسان راغب میشه از این انسان خرید بکنه، انسان بیشتر دوست داره از این انسان خرید بکنه. این صداقت رو وقتی میبینه، این واقعا شفافیت و وضوح رو میبینه و هیچ وقت انسان از صداقت ضرر نمیکنه. حالا کسایی که احساس میکنن، کسایی که دوست ندارن این همه فضایل گیرشون بیاد و رضایت الله تعالی رو داشته باشن، بهشت داشته باشن، ضمانت بشه آخرتشون، در دنیا محبوب بشن و مورد اعتماد دیگران قرار بگیرن، حرفشون حرف باشه که طرف حاضر بشه به چشمان خودش شک بکنه اما به حرف این آقا شک نکنه، این واقعا یک وزنه سنگینه در جامعه است، این شوخی نیست. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم در تپه صفا بالا رفتن و گفتن من اگر به شما بگم پشت این تپه یک عده‌ای دارن میاند و دارن حمله میکنن به ما باور میکنین؟ گفتن بله، چون ما دروغی از تو ندیدیم و شاید به چشمان خودمون شک بکنیم اگر بیام روی این تپه و ببینیم هم کسی نیست، به چشمان خودمون شک میکنیم، میگیم ما ندیدیم، اما به حرف تو شک نمیکنیم. خیلی حرفه، خیلی زیباست این صفت و چقدر زیباست که الله تعالی انسان رو با این صفت وصف بکنه، بگن این راستگوه. انسان راستگو دوربری ها ازش احساس امنیت میکنن. این همون کسیه که پیامبر فرمود که مسلمان کسیه که دوربری ها از دست و زبانش در امانن. جناب دکتر با عرض سلام مجدد، ما دوست داریم که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و حیات مبارکشون و کلام گوهربارشون که سر تا سر صدق و راستی است و زندگی مبارکشون که سر تا سر صدق و راستی بود و صادق الامین یکی از زیباترین صفت‌هایش که فقط زیبنده اون ذات کامل هست، برامون درباره صدق در گفتار رسول صلی الله علیه و سلم بگید و ابعاد مختلفش. بله، واقعا صدق و صداقت در سیرت مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جای خاصی داره. زیبایی است که وقتی ما احساس میکنیم که این صداقت در زندگی پیامبر به اون مرحله‌ای میرسه که حتی در شکل و قیافه‌شون معلوم و هویداست. یعنی ما این رو خیلی وقتا میشنویم که فلان صحابی میگه که مثلا تا پیامبر رو دیدم
گفتم که ما هذا بوجه کذاب، این صورت آدم دروغگو نمیتونه باشه. در بعضی از روایات اومده که قریشیان یک شاعر بسیار زبردست اون زمان بود، بسیار توانمند و سخنور که بعداً مسلمون شد و صحابی بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حسن ابن ثابت شد. ایشون رو پول زیادی داده بودند که شما بیا این محمد امین اهل مکه رو بیا شما بر ضد ایشون یک هجایی یا شعری بگو و به ایشون طعنه‌هایی بزن. ایشون هم پول رو گرفته بود و اومدند و به اصطلاح منتظر بودند تا گفت من باید ببینم شکل و قیافش چطوری است تو بتونم به اصطلاح فحشای نابی بهش بدم. تا که همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیدن شروع کردن به توصیف پیامبر. قریشیان گفتن ما گفتیم برو فحشش بده، تو اومدی تعریفش میکنی. گفت آقا این پولتون رو بگیرید. نخواستم. این فرد، این صورت انسان دروغگویی نیست. این جمله رو ما از ابوذر میشنویم، ما از سلمان فارسی میشنویم، ما عبدالله ابن سلام میشنویم، از 10 نفر این رو میشنویم. یعنی این صداقت میاد میشه چی؟ میشه شکل و قیافه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شکل انسان صادق اون هویدا میشه و حتی در سیمایش به اصطلاح تجلی میکنه. ام المؤمنین عایشه صدیقه روزی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بما یعرف المؤمن، ما مؤمن رو چطور بشناسیم؟ چطور بشناسیم فلانی مؤمنه؟ شکل و قیافش چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بوقاره و لین کلامه و صدق حدیثه. مؤمن رو با سنگینی و وقارش میشناسی، با نرم خویی و بسیار صفت که بسیار کلام نرم و خوبش میشناسی، سخنای نرم و زبان شیرینش میشناسی. مؤمن رو با صداقت در گفتارش میشناسی. این صداقت اینقدر مهمه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مؤمنان رو تشویق میکنه. میفرمایند که ان الصدق یهدی الی البر، مواظب باشید بدونید که صداقت و راستگویی انسان رو متوجه میکنه، میکشونه به سوی خوبی ها. و ان البر یهدی الی الجنه، و این خوبی ها انسان رو میکشه میبره به طرف بهشت. و میفرمایند که ان الرجل لیصدق، هر انسانی میاد به اصطلاح راست میگه، هی راست میگه و یتحری الصدق، خودش فشار میاره که راست بگه، خودش مجبور میکنه که راست بگه، حتی یکتب عند الله صدیقا، تا درجه ای که بیاد پیش خدا نوشته میشه که فلان شخص آدم راستگویی هست. خیلی مهم بود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو راست بودن، تو اهتمام دادن اینا تربیت میکرد صحابه رو. در حدیثی رو ذکر میکنه جوونی به نام عبدالله ابن ابی الحمصا، میفرمان که من با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک موردی داشتم، یک پولی داشتم، یک چیزی ازشون خریدم یا بهشون فروختم، بینمون یه مبلغی مون که من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو دریافتش کنم. گفتم خب ساعت فلان وقت فلان من در فلان جا منتظر شمام، اونجا مبلغ از شما دریافت میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب یه حرفی داده، یه وعده ای داده، رفتن سر همون وعده شو نیومدن. روز بعد همون روز رفتن با سر همون وعده نیومدن. روز سوم همونجا باز رفتن منتظر شدن. حالا ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این همه مشغولیت ها، با این همه به اصطلاح مسئولیت ها، 3 روز میرن منتظر بنده خدا میمونن که بیاد به اصطلاح پولشو بگیره. روز سوم این طرف سر و کلش پیدا میشه. اون وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش فرمودن یا فتا لقد شققت علیه، جوون به من خیلی اذیتم کردی، 3 روزه که من دارم اینجا منتظر شما هستم که بیایید به اصطلاح سر وعده حرفی که زدی باید روش راست باشی، کاری که کردی دروغ. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم واقعا ازشون نفرت داشتن. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند ما کان خلق ابغض الى رسول الله من الكذب،
هیچ اخلاقی، هیچ رفتاری پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینقدر زشت نبود، ازش متنفر نبودند، اینقدر که از به اصطلاح دروغگویی متنفر بودند و میفرمودند که وقتی کسی دروغ میگفت این رو پیامبر تو دلش نگه میداشت، همیشه این تو ذهنش بود که فلانی دروغ گفته، تا وقتی که میفهمیدن و که به اصطلاح آدم دروغگو توبه کرده، تا اون وقت تو دلش این مسئله بود و میفرمودند که از علامت‌های منافق 3 تاست و یکی از علامت‌هایی که در به اصطلاح منافق ذکر کردن اینه که اذا حدث کذب، وقتی که حرفی میزنه راستگو نیست، دروغ میگه. راستی پیش منافق کمرنگه، همونطوری که راستی پیش مؤمن پررنگه. مؤمن امکان نداره که دروغ بگه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله، احتمال داره که یک مؤمنی باشه، مسلمانی باشه، آدم درستی باشه، اما ترسو باشه؟ گفتن بله. گفتند که یا رسول الله، پرسیدند که یا رسول الله، احتمال داره آدم مؤمن باشه و بخیل باشه؟ فرمودند بله، احتمال داره آدم مؤمن باشه بخیل باشه، احتمال داره یه مؤمنی ترسو هم باشه. سوال کردند که یا رسول الله، امکان داره که آدم مؤمن باشه و دروغ بگه؟ فرمودند این یکی رو نه. اینی که آدم بیاد دروغ بگه، مؤمن هرگز دروغ نمیگه. دروغ از صفتهای مؤمن نیست، حتی اگر خیلی به اصطلاح به شکلمون خیلی جزئی تلقیش کنیم. مادری بود به بچهش گفت بیا این طرف من، یه چیزی به اصطلاح دستشو گرفته بود که چیزی بهت بدم. عبدالله ابن عامر این پسر بچه این رو بعداً روایت میکرد که مادرم به من گفت بیا یه چیزی بهت میدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خونه ما بودند، به مادرم فرمودند که میخواستی چی بهش بدی؟ مادرم گفتم بله میخواستم یه چیزی بهش بدم، یک به اصطلاح خرما یه چیزی بهش بدم. فرمودند که اگر بهش نمیدادی، اما انک لو لم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبه، اگر میدونی اگر بهش نمیداری، مادر وقتی به بچهش اشاره میکنه بیا یه چیزی بهت میدم و بهش نده، براش دروغ نوشته میشه، تو صحیفه اعمالش یه دروغ نوشته میشه. یا وقتی ما بعضی از تعارفات به اصطلاح بیهوده میکنیم، کسی ما رو تعارف میکنه آقا بفرمایید سر سفره، میگید ببخشید من اشتها ندارم، در حالی که اشتها هم داره، خیلی هم گوشتش هم هست. این دروغ است. در حدیث اسما بنت زید هست که ایشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله، احیانا ما یه چیزی رو اشتها داریم، کسی به ما تعارف میکنه که بفرمایید، اما میگیم که اشتها نداریم، آیا این دروغ است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بله، ان الکذب یکتب کذبا حتی تکتب الکذیبة کذیبة. دروغ نوشته میشه، چقدر بزرگ باشه همینقدر بزرگ دروغ نوشته میشه. حتی اگه یک دروغ کوچولو هم بود، این رو همون جا هم دروغی براش گناهی به اصطلاح نوشته میشه که یک دروغ کوچولو این فلان فرد به اصطلاح گفتن. یا وقتی میخوان که دکتر ببخشید میون کلام شما، این روایتی رو که شما اشاره فرمودید، چون یقینا برای خیلی از ماها پیش میاد، بارها دعوت میکنن یا جمعی از دوستان نشستن، انسان نه صبحانه خورده نه نهار خورده، شاید شام هم نخورده، اونا نشستن و به هر حال غذا دارن میخورن، بعد فلانی بیا نه من سیرم و یا اشتها ندارم. خب اگر روش نمیشه خجالت میکشه، یا شاید از این میترسه که متهمش بکنن ماشاءالله این چقدر پرخوره، یا احساس بکنه که غذا کمه. خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. آیا حتما هر کی دعوت کرد بعد ما مستقیم بریم بشینیم باهاش شروع کنیم به خوردن؟ ببینید وقتی که ما نمیخوایم بخوریم نخور، اما نه اینکه دروغ بگی، نه اینکه آقا نمیخورم. چی بگیم؟ مجبور میشیم بگی نمیخورم، این غذا مال شماست من نمیخوام بخورم، من میرم به صبح خونم غذا بخورم. این وقتی یه فرهنگ میشه این مسائل حل میشه. متاسفانه ما دروغ رو فرهنگ سازی کردیم تو جامعه خودمون. به دروغ آقا طرف داره میره از خونش بیرون، میره سر کار، تا دوست میبینه همسایه‌اش میبینه آقا بفرمایید خونه، حالا داره خودش در خونه‌ش رو قفل میکنه میره بیرون. همین به اصطلاح جامعه رو به اصطلاح یک تعارفات پیش ما شده، یعنی دروغ گفتن. میریم مثلا جایی چیزی خرید میکنه آقا قابل شما رو نداره و
اگه طرف نده باز دعوا میشه که چرا پولمو فوش میده نمیدی. بهش، کاش فوش میده که مثلا چرا من یه حرفی زدم، خب بی خود کردی حرفی زدی، دروغ گفتی دیگه. این مثلا وقتی ما میایم تو برخی از کشورهای دیگه این رو میبینیم، این فرهنگ سازی به این صورت فرهنگ سازی نشده، بر صداقت فرهنگ سازی شده. مثلا در بسیاری از ملت‌های دیگه من جمله مثلا در شبه قاره هند، اگر شما کسی رو تعارف کردید بفرما سر سفره گشنش بود حتما میشینه، هرگز نخواهد گفت که به اصطلاح ببخشید یا نمیدونم من سیرم یا اشتها ندارم، دروغ نخواهد گفت. وقتی که انسان رو راست باشه جامعه، ببینید حتی در مسائل فقهی وقتی ما میایم نگاه میکنیم ببینید تشویق میکنند روی این مسئله. وقتی میخوای بیای قربونی بخری، میگن آقا قربونی خریدن حق ندارید. در مذهب امام ابو حنیفه این مسئله خیلی زیباست که آقا شما وقتی میخواهید قربونی بخری حق ندارید باش جر و بحث کنید که آقا من اینو اینقدر خریدم اینقدر. بابا نه، طرف میگه آقا قیمت جنس من اینقدر است، خواستی میخری، نخواستی حق نداری باش جر و بحث کنید. اگر ما این رو بیاریم یه فرهنگ سازی کنیم تو جامعه، تو بازارمون حرف یه حرفه، طرف گفت آقا قیمت جنس اینقدر است، خواستیم میخریم، خواستیم نمیخریم. اگر ما اینجور به اصطلاح اینطور بکنیم خود به خود به اصطلاح بازار اصلاح میشه، خود به خود قیمت ها ثابت میشه. اونم چه قیمتی میشه؟ قیمت رقابت، کمترین قیمت. خب این به اصطلاح چون که ما فرهنگ سازی اشتباه کردیم الان داریم چوبش رو هم میخوریم. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، به تشویق میکنن ما رو که راستگو باشیم، میفرمایند که انا زعیم ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الكذب و ان کان مازحا. من ضمانت میکنم به قصری در وسط بهشت برای کسی که به اصطلاح دروغ و ولش کرد، راست گفت، حتی تو شوخی‌هاش هم دروغ نگفت. و همیشه راستگویی ما رو میرسونه به چی؟ به سعادت، به موفقیت، به دور شدن از مشکلات. قصه‌ای که در سوره توبه به اصطلاح بازتاب بسیار قوی داره در از قصه اون صحابه ثلاثه الذین خلفوا به تعبیر سوره توبه، اون 3 نفری که از غزوه تبوک به غزوه تبوک نرفتن، کعب ابن مالک و مرارت ابن ربیعه و حلال ابن امیه. اینا که به غزوه نرفته بودن وقتی اومدن به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگشتن، منافقا اومدن یا رسول الله بچم مریض بود، خانمم مریض بود، این مشکل رو داشتم، فلان داشتم. کعب اومد گفت یا رسول الله من هیچ مشکلی نداشتم، من متاسفانه اشتباه کردم، از من کوتاهی صورت گرفت. اینا رو خداوند متعال در گناهشون رو بخشید. و لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، خداوند از پیامبر، مهاجران، انصار درگذشت و به خصوص از اون ثلاثه الذین خلفوا، 3 نفری که تخلف کرده بودند از رفتن به غزوه تبوک. در آخرین آیه همین حکایت که در سوره توبه هست، آیه 119، خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنان از خدا بترسید و تقوای خدا پیشه گیرید و همراه باشید با راستگویان. نه اینکه تنها راستگو باشید، همیشه با راستگویان و در جمع راستگویان باشید تا از جمله صدیقان به شمار بیایید. خیلی ممنون، واقعا زیبا بود تعبیری که استفاده کردید و مخصوصا آیات 118 و 119 سوره مبارکه توبه که اشاره کردید به بحث توبه، پذیرش توبه اون 3 نفری که صادقانه اومدن و به خطای خودشون اعتراف کردن. حقیقتا بینندگان عزیز، ساده ترین و بهترین راه حل یک مشکل و یا یک کوتاهی و یا یک به هر حال اشتباه، صداقت در پذیرش تبعاتی که داشته و اون شجاعت رو باید داشته باشیم. و من که از این بعد تصمیم میگیرم، اشاره این تعهد میکنم، هر کی منو دعوت کرد برای غذا خوردن
نه نگم بهش دیگه سیرم و اشتها ندارم و دستتون در نکنه شما تا این فرهنگ سازی بشه بالاخره باید شروع بکنیم فرهنگ بشه. جناب دکتر اجازه بدید من یه سوال دیگه از محضرتون بپرسم که آیا همیشه باید راست گفت؟ همیشه هر کسی از ما یک سوالی پرسید، خیلی وقتایی که یه سوالی میپرسه من احساس میکنم ربطی بهش نداره، یا اینکه احساس میکنم اگر جواب راست بدم شاید منفعتی از شخص دیگری، شاید به هر حال یک مصلحتی نادیده گرفته بشه، آیا همیشه باید راست گفت؟ در اینکه ما باید همیشه راست بگیم، بله همیشه باید راست بگیم، اما یک مواردی هست که ببینید راستگویی یک مبدأ کلی است، روش هیچ تبصره ای نیست، روش هیچ بحثی نیست، اما میام یه وقتی یک مصلحت های دیگه هم مطرح میشه در جامعه. مثلا دین مبین اسلام میخواد که همیشه افراد در جامعه برادروار، دوست و زندگی مسالمت آمیز و خوبی داشته باشند. دین مبین اسلام میخواد که وقتی که انسان به اصطلاح در یک مسیری هست که در اونجا یک خطری هست، جنگی هست، دشمن وحشیگری هست، میخواد خون ریزی به راه بندازه، جنگ به راه بندازه، خب این رو باید اون نیرنگ و خدعه و اونایی که داره اونا رو باید از بین برد. دین مبین اسلام میخواد که در یک خانواده، بنیاد یک خانواده همیشه درش سعادت و محبت و عشق و به اصطلاح عاطفه قوی باشه. خب اگر اومد یه وقتی راستمند باعث شد که همچنین به اصطلاح موردی پیش بیاد که به اصطلاح چرخ جامعه بلنگه، پس قاعده کلی اینجاست که جز راست رو نباید گفت، اما در همچنین موارد هر راستی رو هم نباید گفت. اینجاست که مثلا وقتی یه چیزی من دیدم که اگر من اون رو بروز بدم، حرفش رو بزنم، بنیاد خانواده به هم از هم فرو می باشه، چند نفر به جون هم می افتن، دشمنی ها به وجود میاد. خب من چرا باید بگم؟ اونجا باید سکوت کنم. اونجا که به اصطلاح یک همسر میدونه که به اصطلاح با یک حرف یه وعده به اصطلاح سر خرمنی بتونه به اصطلاح خانمش رو راضی کنه، دلش رو به دست بیاره، خب اونجا باید همچنین وعده‌ای هم بده، همچنین حرف، اما سعی کنه حتی در همین موارد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر خوششون میاد که در این موارد حتی ما از کنایه و تعاریض استفاده کنیم و این رو هم میبینیم در مسیر زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هجرت، وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر حرکت میکنند به سوی مدینه منوره، افرادی اونها رو میبینن. خب ابوبکر رو میشناختن، تاجری بود، باشه سلام علیک داشتند یا به اصطلاح تجارتی داشتند، رو میشناختن، گفتن ابوبکر این کی امراته؟ فرمودن که این هادن یهدین الطریق، این راهنمایی است که منو به اصطلاح راه رو نشون میده. ابوبکر میخواد بگه راهنما هست که منو راه هدایت و راه رسیدن به رضایت خداوند رو نشون میده، اما اون طرفی که سوال کرده میفهمه که نه، ابوبکر میخواد بگه که من دارم یه جایی سفر میرم، راه رو بلد نیستم، ایشون به اصطلاح راهنمای من هست، راه رو به من نشون میده. یا در یکی از غزوه ها وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر، اونجا وقتی که بسا کسی دیدشون گفت شما کی هستید؟ فرمودن ما از آب هستیم. اون طرف فهمید که بله از آب هستیم یعنی از قبیله آبی که در عراق هست، یک اسم قبیله‌ای بود، قبیله ما. گفتن شاید از اونجا هستن و هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که خداوند ما رو از آب خلقت کرد، همونطور که همه خلایق رو از آب آفریده. پس و حتی در همین مواردی که موارد بسیار حساسی هست که در اونجا باید حقیقت رو نگید، حتی در این موارد بهتر هست که انسان از کنایه و تعاریض استفاده کنه، نه اینکه به اصطلاح بیاد بگه که نمیدونم دروغ سفیدی من گفتم. دروغ سیاه سفید نداره، همه دروغا سیاه هست، اما بعضی وقتا نیاز هست که انسان نباید هر راستی رو بگه و بعضی وقتا هم به خاطر رسیدن به هدف بسیار بزرگتر، به خاطر به اصطلاح اصلاح بین برخی از مردم بیاییم برخی از جمله هایی رو بگیم که طرف
به اصطلاح دلش رو به دست بیاریم. به اصطلاح نگیم که فلانی بعد تو رو گفت، میگیم فلانی همیشه از شما تعریف میکنه، تا این دوتا رو یا این دو مجموعه رو به همدیگه نزدیک کنیم. آمین. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو، در خدمت حضرت مولانا هم باشیم. جناب مولانا، از خلال صحبت‌های جناب دکتر به هر حال میشد چند موردی رو برداشت کرد در راه دست یافتن به صفت صدق و راستگویی. و خب اون چیزی که باز بر من جالب بود هم جریان دعوتی و پذیرفتن دعوتی بود. من دوست دارم بیشتر در این باب صحبت بکنیم. چگونه ما میتونیم که یک انسان راستگو باشیم؟ چه صفاتی ما کمک میکنه و چه کار بکنیم تا راستگو باشیم؟ در حقیقت از صحبت‌های جناب استاد بزرگوار واقعا هم استفاده کردیم و هم لذت بردیم. ولی شما که گفتیم که من دیگه قول میدم که اگه کسی مرا دعوت کنه و سر و دسترخوان بنشینم، هم غذا نخورم هم دروغ گفته باشم، دو تا ضرر این دو ضرر واقعا بسیار مسئله جالبی بود. هم غذا میخورم هم صداقت، هر دو تا فایده است برام. واقعا موضوع جالبی بود، خداوند حفظ کنه. مسئله که چگونه ما به این صفت که اینقدر همه تعریف، توصیف و ذکر شد چگونه دستیابی یا دسترسی پیدا کنیم. اول اینه که انسان یقین کامل به الله سبحانه و تعالی پیدا کنه. یعنی مسئله راستگویی سرچشمه از او ایمان درونی هست. طوری که اشاره شد که وقتی میبینیم یک مسلمان هم میگه که لا اله الا الله و یک منافق هم میگه لا اله الا الله، از یکی پذیرفته میشه و از یکی نمیشه. به خاطر چی؟ چون سرچشمه از اعماق دل نمیگیره از انسان منافق. پس شناخت کامل الله سبحانه و تعالی، معرفت به الله سبحانه و تعالی و یقین کامل به الله سبحانه و تعالی که همه برمیگرده به این که یعنی ما به فهم قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا بشیم، که یعنی به تعبیر این که هر لحظه ما باید خدا حاضر و بالآخره همون ناظر که گفته شده بدانیم و ایر بفهمیم که آنچه که زبان ما میگه ما روزی باید که اینها را جواب بدیم. یعنی ای صوتی که از زبان ما بالآخره خارج میشه، چی خوب و چی بد، همه اینها فکر بکنیم که ما 10 سال 20 سال 50 سال ما گفتیم در حشر وقتی که فقط این میموری که ضبط کرده پیش ما بگذارن و بگن خودت در حال تشخیص بده خوب و بد را، در حقیقت طاقت شنیدن او حرف ها داشته باشیم که به زبان جاری کردیم. پس در این راستا یقین کامل به الله سبحانه و تعالی از جمله موضوعاتیه که انسان به این صفت مزین میکنه. دوم، خود عواقب دروغ فکر کردن. یک نفر اگر میخواه، یک شخص میخواه که مزین باشم به راستگویی، لحظه فکر کنه که دروغ، جایگاه دروغ، ازرار دروغ، همه عواقب دروغ در دنیا در آخرت، بالاخره شرمندگی دنیا شرمندگی آخرت، همه این مسائل رو وقتی فکر بکنه خود به خود مزین میشه به صفت راستگویی و به صداقت و به اینها. و مسئله سوم مسئله حیا هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمایند الحیا شعبة من الایمان، انسان کوشش کنه که همیشه با حیا باشه، همیشه حیا داشته باشه. وقتی که انسان حیا از او خارج شد، زبان از او از کنترل خارج میشه. وقتی از کنترل خارج شد دیگه او دیگه برای از او مهم نیه که حرف طرف جرح میکنه، طرف بالاخره آزرده میکنه، طرف این حرف راست دروغه. در این قسمت پس کسانی که میخوان که به راستگویی و به این صفت مزین بشن باید که صفت حیا در وجود باشه، که حیا خیلی در زندگی انسان نقش داره. و اگر همینه که میگه که وقتی که حیا رفت دیگه مشکلات زیادی خلاصه به وجود می آید. و همچنین مسئله همصحبت با صادقین هست. یک نفر دوست داره که صادق باشه، راستگو باشه. حالا چه کار باید کرد؟ باید همنشین بشه. همنشین و کنو مع الصادق. در همین جمله یک
داستان از واقعا از شخصیت‌های بزرگ عالم اسلامی معاصر که حضرت بن باز رحمت الله علیه داستان واقعا زیبایی از اونها به یادم آمد که یکی از مشایخ نقل قول میکردن در عباره که شبی از شبها یک دوز آمد و بالاخره وارد خانه بن باز رحمت الله علیه شد. باز به هر طریقی که بودی دوز دستگیر شد و دوزر اولین کاری که بن باز رحمت الله علیه، شاید بعضی از بیننده ها بن باز رو بگن کی بودن، مفتی اعظم عربستان سعودی بودن که به لقاء الله پیوستن. و اولین کاری که بن باز رحمت الله علیه میکنن برای این دوز میگن که تو سیری یا گرسنه ای، به تعبیر جناب دکتر که در این راستا انسان باید دروغ نگه. و دوز هم گفت که من گرسنه ام. از گرسنگی دوستی کرد. گفت که من گرسنه ام. اولین کاری که بن باز رحمت الله علیه میکنن برای از این غذا آماده میکنن. وقتی که غذا رو میخوره سیر میشه، دوباره پرسان میکنن که چرا دزدی میکنی؟ دزدی کردی و چرا به این کار دست زدی؟ ببینیم راست میگه. در اولین جریان هم راست گفت، گرسنه ام، نان خورد، شکم سیر کرد. دوم گفت که سوال شد چرا دزدی میکنی؟ راست گفت که مادر مریضی دارم و او مادرم در کشور پاکستان به بستر افتاده، در بیمارستان و شفاخانه و یا مستشفی افتاده و من به همین مبلغ ضرورت داشتم. هر چی که فکر کردم که من امیر از کجا بالاخره اگه دست به دزدی از کجا بزنم و بالاخره مجبور شدم، آخر در خانه شما آمدم. میگه بن باز رحمت الله علیه این تحقیق و بالاخره به وسیله مسئولین و اینها احوال گرفتن که از اون مستشفی یا بیمارستان و شفاخانه که مادر در حقیقت مریض هست و روی بستر افتاده و به همین مبلغ. راست میگین. راست. به سبب راست گفتن این دوز بن باز رحمت الله علیه کل به اون شفاخانه وصیت میکنه که کل مصارفی که به این مریض خلاصه نیاز هست ما متقبل شدم، من قبول کردم. از یک طرف وقتی که بن باز رحمت الله علیه چنین کاری میکنن و بعدا میگن تو برو و این دوز میگه ایر میبخشن، میگن تو برو و بالاخره مبلغ و این دوز میگه که وقتی شما اینقدر لطف کردیم من دیگه هیچ مشکلی حالت فعلا ندارم، چی میشه خادم شما باشم؟ راست گفت نان خورد، راست گفت مادر تداوی شد و بر راست و حقیقت گفت که من خادم شما میشم. بن باز رحمت الله علیه قبول کردن، گفتن خوب. مدت چند سالی دوز در خدمت بن باز رحمت الله علیه بود و فعلا یکی از بزرگترین علما و داعیان الله است. ماشاءالله. یعنی شما ببینیم همنشین با صادقین و طریقه راست گفتن، راست گفت و در اثر راستگویی امروز یک شخصیت یک دوز تبدیل به یک زاهد و به یک عابد و به یک عالم و اینا همه نتیجه جدید شروع کرد. یعنی وقتی که شما ببینیم از چی اثر؟ از یک طرف همنشین با صادقین و از یک طرف دیگه راست گفتن، راست گفت که از مشکلات نجات بده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و همچنین از جمله‌ای که چگونه انسان میتوانه به این صفت مزین بشه، دانستن فواید خود راستگویی. قبلا ما فواید رو گفتیم. لحظه بنشینه فکر بکنه که چگونه از الله سبحانه و تعالی من تضمین بگیرم که در حشر نفع به من برسه، چگونه به بهشت داخل میشم، چگونه رضایت الله از آن من میشه، چگونه به فوز و فلاح میرسم. یک آیه قبل آیه اخیر سوره مائده فقط برداره و سر ای آیه تفکر کنه. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظیم. فقط تفکر و تدبر و تعمق به این آیه مبارکه که فواید
راستگویی رو نشان میده. چون این ضمانت اگه دست انسان برسه، انسان دوست داره هر روز از این دنیا هر لحظه زودتر خارج بشه، بره دیگه. اصلا وقتی ضمانت شده باشه اون طرف دیگه علاقه به ماندن نداره. اصلا خود ارتباط با الله سبحانه و تعالی وقتی که برقرار شد، دیگه انسان از همه صفتهای رذیله دور میشه، مزین میشه با همه صفتهای زیبا و با اینها. و همچنین مسئله دعا نمودن. دعا، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میفرماید الدعا هو العباده، دعا عبادت هست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگرچه مفسرین به این آیه مبارکه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق تعبیرات و تفسیرهای گوناگونی دارن که بعضی اشاره میکنن که از مکه مکرمه وقتی مر بیرون میکنی و مدینه منوره داخل میگردی، بعضی از مفسرین میفرمایند که وقتی مر به دنیا آوردی صادق بیار و از دنیا میبری صادق ببر. تعبیرات مفسرین هست. مهم در اینجا اینه که یک انسان وقتی مایه مزین به این صفت بشه دعا کنه. الله سبحانه و تعالی برای پیامبر خود تعلیم میده که قل بگو ای پیامبر. چی بگو؟ ربی، از من بخوا. چی بخوا؟ ای جریانه بخوا که من از جمله صادقین باشم، چی در مکه و چی در مدینه، چی در دنیا و چی از دنیا خارج میشم و بالاخره. به هر حال این دعا الله سبحانه و تعالی به پیامبر تعلیم میده که ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در حقیقت که دعا هست که ارتباط انسان با الله سبحانه و تعالی برقرار میکنه. و مسائل زیادی هست که اگر برای انسان مؤمن و مسلمان و شایسته همین کافیه که رضایت الله متوجه باشه که در راستگویی به دست میآیه، در تلاش باشه. و اگر حتی انسانی که خیلی معتقد به الله سبحانه و تعالی نباشه، میخواد که راستگو بشه، لحظه فکر کنه که خود راستگویی آبرو و شخصیت میده برای انسان در دنیا و در آخرت. که مختصر و خلاصه‌ای بود از که چگونه ما مزین بشیم به این صفت. انشاءالله که الله تعالی همه ما و شما و بینندگان عزیز را از جمله این عده بگرداند. جناب دکتر، ما در پایان برنامه دوست داریم که در 4-5 دقیقه بحث رو جمع‌بندی بکنیم با صحبت‌های شما. اگر در این باب باز هم دوست دارید چیزی برای ما و بینندگان عزیز فرمایشی دارید، صحبتی دارید، ما سراپا گوشیم برای فرمایشات شما. من میخوام که با هم یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، این رو بگیریم شعار زندگیمون کنیم، بنویسیم توی خونمون جلوی رومون، هر روز این رو نگاش کنیم تا ما بشیم آدم راستگو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الصدق طمأنینه والکذب ریبه. صدق و راستگویی آرامش است و دروغگویی دلهرگی و اضطراب. آدمی که میخواد آرامش داشته باشه باید صادق باشه، راستگو باشه. آدمی که راستگو نیست همیشه در اضطراب و در استرس و در دلهرگی هست. من چرا میخوام دروغ بگم؟ وقتی دروغ میگم که خودم رو باور ندارم، به خودم اعتماد ندارم، خودم رو نفهمیدم، قبول ندارم. یعنی چی؟ یعنی اینی که طرف اگر کوتاهی داره میخواد خودش رو پوز بده و اون کوتاهی یا اون به اصطلاح عیبی که توش هست اون رو میخواد با 100 تا به اصطلاح دروغ ماسمالیش کنه تو مردم نبینن. مگه همه مردم عیب ندارن؟ حالا وقتی که همه عیب دارن، همه کوتاهی‌های مختلف دارن، من یه عیبی یا یه کوتاهی، یک نقصی داشته باشم، چی عیب داره؟ پس باید بیام خودم رو اونطوری که هستم باور کنم، اونطوری که هستم قبول کنم، با همون ویژگی ها، با همون کم و کاستیایی که دارم. خب درسته که سعی میکنم که اون چیزی که میتونم به دستش بیارم، نقصی که دارم و قابل جبران هست اون رو میتونم به دست بیارم، تلاشمو میکنم. در عین حال اونطوری که هستم خودم رو قبول میکنم. وقتی این رو تو ذهنم بارورش کردم، فهمیدم که من یه انسانم، من یه انسانی هستم که اونطور که هستم باید خودم رو مطرح کنم. اینجاست که دیگه از مجبور نمیشم که به اصطلاح دروغ بگم.
مجبور نمیشم که خودم رو به اصطلاح با دروغ اون قدرت هایی که تو من نیست اونها رو به خودم نسبت بدم، اون ویژگی هایی که تو من نیست اونها رو به خودم نسبت بدم. پس باید عقلمون رو وا کنیم. دوما گوشامون رو هم وا کنیم. گوشامون رو وا کنیم، نصیحتی، نه انتقادی، پیشنهادی از کسی میشنویم اون رو بگیریم. خداوند متعال به ما 2 گوش داره. خیلی چیزا هم هست که به اصطلاح ما برامون مفید نیست. خب از یک گوش میشنویم، از گوش دیگه میندازیم بیرون. اما در مجموع باید این به اصطلاح صفت رو به خودمون بدیم که گوش کنیم. وقتی ما رو کسی انتقاد میکنه انتقادش رو بگیریم، درست باشه درستش رو قبول کنیم. اما نه اینکه وقتی کسی ما رو به ما چیزی گفت ما برخاش کنیم و بخوایم که نه با 100 تا دروغ اون حقیقتی رو که داره به ما میگه اون رو انکارش کنیم یا اون رو تفسیرات دروغین بکنیم. وقتی بیایم اینطور زندگی کنیم و شعارمون هم این باشه که ما میخوایم آرامش و راه آرامش صداقت هست و میخوایم که از دلهرگی و اضطراب دور بشیم و راهش هم صداقت هست، اون وقت انشاءالله انسانهای صادق و راستگویی میشیم. و از اینکه فرصت دادید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم از شما کمال تشکر و قدردانی رو دارم و از این که جناب حضرت مولانا صاحب تشریف آوردند و سفره دلشون رو پربارتر کردن، از ایشون تشکر و سپاس خاص دارم و از شبکه جهانی وصال حق و استاد سلیمانی که بر من منت گذاشتن و این فرصت رو دادن هم کمال تشکر دارم و همه‌تون رو به خدای منان میسپارم. الله یار و نگهدار شما. منم تشکر میکنم از طرف خودم و به نمایندگی از جناب مولانا و بینندگان عزیز از اینکه اوقات گرانبهای خودتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. جناب مولانا صحبت تا آخر شما. دیگه صحبتی ندارم. واقعا صحبت امشب صحبتی بود که اینقدر همه فضل و فضائل راستگویی و مسئله فواید راستگویی و جایگاه راستگویی و همه مسائل بیان شد. واقعا الله سبحانه و تعالی برای خود ما که گوینده هستیم و همه بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، همه ما را الله سبحانه و تعالی مزین به این صفت زیبا بگردانه که یعنی حتی کتاب مجبور هم که ما دیگرها اگر داشته باشن یعنی دروغ نگیم و همیشه راستگو باشیم و همیشه بتانیم که با صادقین همراه و همگام باشیم. از الله سبحانه و تعالی میخوام که خداوند همه ما به این صفت مزین بگردانه و از شما جناب استاد سلیمانی عزیز تشکری میکنیم که وقت و فرصت و لحظات فراهم کردیم و وقت دادیم برای ما و همچنین از جناب دکتر عمرای عزیز استاد بزرگوار که واقعا استفاده کردیم و تا برنامه بعدی که اگر بار دیگری خداوند نصیب کرد که بتوانستیم در این برنامه سفره دل که هدف از این برنامه برای اصلاح دل و زبان هست که وقت دل و زبان یک جا شد و یکی شد و همه واقعا زیبایی ها از آن انسان میشه. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و کامگار باشید. خواهش میکنم لطف کردید به برنامه خودتون تشریف آوردید، استفاده کردیم از فرمایشات شما و جا داره که از شما بینندگان عزیزم تشکر بکنیم. قبل از اینکه به هر حال به پایان برنامه برسیم یک عهدی رو سعی بکنیم در پایان هر برنامه با خودمون ببندیم تا فاصله که تا برنامه بعد داریم حداقل که اون صحبتایی رو که مطرح میشه به این فکر نکنیم که چقدر شنیدیم، چند بار شنیدیم و این چیز جدیدی برای ما نداره. نه، ببینیم چند بار عمل کردیم، چند بار دقت کردیم، چند بار تونستیم که اون چیزی رو که میشنویم بهش عمل بکنیم و خودمون رو مزین بکنیم به این مباحثی که مطرح میشه. امیدواریم که همه ما و شما در زمره کسانی قرار بگیریم که در روز قیامت صداقت به نفع اونها، به درد اونها میخوره و اونها رو نجات میده از اون سختی ها. در پایان از الله متعال خواستاریم که تمام پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان، اقوام و خویشاوندان و همه موحدین رو که از امت اسلامی به لقای الله تعالی پیوستن با لطف و رحمت و مرحمت خودش مورد مغفرت و غفران قرار بده
و تشکر میکنم از همه عزیزان اتاق کنترل، محمد رفیع عزیز، احمد و عبدالله و فرید و اون یکی عبدالله و 2 عبدالله داریم ما در اتاق کنترل. همه عزیزانی که واقعا زحمت میکشن تا این تصاویر به شما عزیزان برسه و رابط بین ما و شما هستن. و در پایان صادقانه خدمت همه شما عزیزان بیان میکنیم همونگونه که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود هر کسی که از شما مسلمان ها برادر مسلمان خودش رو دوست داره به اون بگه که اون رو دوست داره. صمیمانه و صادقانه شما رو دوست داریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله ها رو نگهدارشون. خسته نباشید. Oh